به نام آن که هستی نامزویا فلک جنبش زمین آرامزویا. درود بر شما، اردلان هستم و اینجا کانال ایران پادکست. قبل از هر چیز به خاطر دو چیز معذرت خواهی کنم. یکی اینکه ما قرار بود ویدیوی کوروش بزرگ رو بگیریم، اما خب اومدیم روستا و خب روستای ما هم همونطور که می‌بینید دست کمی از تاریخ نره. به خاطر همین هم گفتم راجع به این مکان تاریخیش یه ویدیو بسازم. دومی که چون این ویدیو توی فضای بازه شاید از نظر میکروفون و نور مشکل داشته باشیم. اینجا در حواشی روستاهای خونداب از توابع عراق که اینجا قبرستونی بوده که یه قوم و قبیله تمدن نگیم دیگه در همین دشتایی که میبینید زندگی میکردن که وقتی کشاورزها میخواستن برای زمین کشاورزی، برای زراعت زمین کشاورزیشون آماده کنن، میخوردن به سنگچین‌های پی خونه‌های اون قوم و قبیله قدیمی که خب مشخصه اینجا هم قبرستون اون قوم بوده. و خب راجع به قدمتش هم اگه بخوایم بگیم، چیزی که من از مردم محلی شنیدم به من گفتن که اینجا مثلا 2-3 هزار سال قدمت داره. و خب چون وقتی هم کاوشگرای غیر مجاز همونطور که می‌بینید اینجا این قبرها رو شکافتن به طمع گنج، وقتی با اجساد مرده ها برخورد کردن با استخوناشون دیدن که رو به آسمون یعنی طاق‌باز خاک شدن، یعنی رو به قبله خاک نشدن. به استناد به همین طرز خاک کردن میگن که این قبرستون مربوط به دوره قبل از اسلام، یعنی همون 1400 سال پیش. اما خب قبل از اسلام هم ساسانیان به ایران حکومت میکردن که خب میدونیم اجازه دفن به کسی داده نمیشده و خب اشکانیان هم قبلش تقریبا خیلی دست کمی از ساسانیان نداشتن. پس یا قبل از این حرفان یا دیگه بدون اجازه حکومت داشتن دفن میکردن که خب ساسانیان هم اجازه نمیدادن، خیلی سختگیر بودن راجع به این قضیه که خب میدونید دوره‌ای هم مسیحا مجبور شدن قبراشون رو بالاتر از سطح خاک بذارن. خیلی از کاوشگرای غیر مجاز قبرهای این تپه رو شکافتن به طمع گنج که خب به هدفشون هم رسیدن، هم استخونا رو غارت کردن، هم گنج‌ها سکه هایی که اینجا بوده رو غارت کردن و خب چون کسی هم راجع به این منطقه که تحقیق نکرده، کتابی ننوشته، حرفای ما خیلی مستند نیست، فقط چیزی که از مردم محلی شنیدم و اومدم باهاش این ویدیو رو میگیرم. به هر حال هر چی که بوده یه تمدنی اونجا بوده که اینجا قبرستونشون بوده و مرده‌های خودشون رو اینجا دفن می‌کردن. و خب طبق چیزی هم که من خوندم یه تپه‌ای قبل از فراگیر شدن دین زرتشت یا همون اوایلش بوده به اسم تپه گم که مرده‌هاشون رو اونجا قرار میدادن که حالا تفاوت‌های زیادی هم این دو تا تپه با هم دارن. این تپه با تپه گم داره که خب برای طولانی نشدن ویدیو توضیح نمیدم. ما الان بالای تپه‌ای هستیم که ازش به عنوان قبرستون، یه تمدن قدیمی، یه قوم قدیمی ازش به عنوان قبرستون خودشون استفاده می‌کردن و خب امروزه از اون تمدن قدیمی چیزی باقی نمونده و خب فقط همین قبرها ازشون باقی مونده و به اصطلاح هم بهش میگیم تمدن‌های گم شده که خب من تلاش میکنم پلیلیستی درست کنم به اسم تمدن‌های گم شده ایران که راجع به این تمدن‌ها برای شما توضیح بدم.